من امتحان تیارم من شما را نمیدونم من 35 ورق خواندم دکی من 50 ورق تیارم 50 ورق خیلی نه حتی بچه با سواد دیتی چی با خندم میگه درباره همین سواد گم میزنین آخه من 100% باوری دارم که با سوادی خودم در پیش این معلم میدارم گپ میزنم میمونه با هم چی شما خاش ما ترسی گروه این ای با شما تیار نباشین خیلی ما بگی ما تیار نیستم من تیاری من روبری گروه هم تیار نیستم خاچنی خیمش پرگال که قتی میدرم که مختم در گرانت با ای پس ما گم میزنم من روبری گروه تا گرانت با جنگ میکنی جنگ ندارم کو بیا بریم وقت دیش نیست بیا بریم این مرد کن تیار خب کده کو این مرد خب کده شما رو گوش کده از نیم ساعت میگم که همه آدمی که مثال سواد داشت باش خب میکنه نمیکنه نه ترسی پیش دو شما چی میترسین رو افتادون نشین درکاش و ایتنی همه ما اگزمیناتونو میگیرم این باشه بگه پاپیسون نکنه با بعد معلم نداریم با گپ میشنیم بیا بریم ایتنی منم بسپرم بچو وای منو دکو بیا میریم جوری یگانسمی جمع کنیم پیش ایگزمین یا دوش بگیریم بیا راست میگه این ایما السلام علیکم بوی برو السلام علیکم سلام علیکم نغزه بچو وای نغزی سودی سلامتی خوب است اینجاست یک کاری خیر کردیم من بچو قدیم مسئولیت کردیم یک قسمی جمع کردیم یا 300 میشید همین میگه که بته در دست این 300 که بگی مور یاد دو اگزمین دارم اگزمین چند چند سم جمع کردن گفته 300 نه شما قبیسوری نه 300 نمیشه میدونه که خیلی بیسوری دو ما 500 سم خیلی نمیشه بابی جان نه خیلی بابی جان 500 که همین رو بگی نه شما بیسوری بابی جان 500 بچه خیلی بتین چانس میمیتین تو همش این دوش حالا گرفتی؟ همش جا بجا کرده گیری خب مجلس هم سر میکنم هانا سلام دوستانی عزیز برادرها همدیه ها خیلی سبب جمع شدن منو همه تو خودتون میدونیم خیلی راستی که بی دخترک کتیبه نو ما ایره نو کرده گرفتم خیلی حاجت شناس کردن نیست خودتون میشناسید دختر دهه خمونه حالا ما مجلس شده گفته اعلان میکنیم و بیا همین دستاول همین کارو کنیم زندارو همین طرف بسنو بزنو ایسو بگذارن کسی زندارو ایسو بگذارن فقط بزنو خدمت میکنه نه مسئله خدمت نیست بگذارین انا راستی که همش نمونهش کردی نه نمونهش کردی نه انا زندارو این طرفانا دادا او تو روزمون میتیم مجلسمون بگذارونیم اسم داوی یکی قطاری زندارو یکی قطاری بزنو چی در داری تو محترم رئیس شما گفتین که زندارو یا طرف بستن بزنو یا طرف بستن ما در فاتحه ایم ما در کجا بستم السلام علیکم علیکم السلام هم یک چی را پرسم اکو دابا همینجا خانه شوکت چون می؟ نه اکا جان شما خطا کردید می بخشید السلام علیکم اکا جان سلام علیکم اکا جان همینجا خانه شوکت چون می؟ نگفتم اکا جان خطا کردید می بخشید اکا یک بار دیگه نقص کردم پرسم
ده السلام علیکم. سلام علیکم. یک چرا پرسم ماج نمی اکا؟ ده همینجا خونی شوکت شون می؟ نه خونی تل پاک شون. سعدی جان همینجا هیچ تاجیکستان دا مونان نیستی؟ اون طرف که این طرف که موقعی که بیا کلون نمیگیرید من شما رفتم بیون همین طرف نیست همین طرف با فکرم که همین یک هفته شد فقط راه دیمو. همون رای گفتگی من قدمی رفتیم همین خمون ای تاجیکستان گذشته نرفته باشه با یکم دولتی دیگه یکم همسایه قشلاق نرفته باشه. دوست مرد کامل جون اینه میره پرس همین دختره هم دختر پرسیدن امنیت هم بگه یکم خونه چون یکم مردینه باشن اکلا ولاتر چی میپرسه یکم مردینه باشن نه پرس خا کم می پرس میپرسه بس خب السلام علیکم گنگای کاره چی بس یکم کس هست خونه تون دا کیا من ویم وام. چی گفتی؟ من گفتم که همه خمون راه با فکرم یکم مردینه هست خونه تون دا کو فایرات کامورا وام. تو بخمون دیگه دولت غلطی دیم. خوان کیان چیان دیدی سعدی جون؟ ما گفتم که خما تاجیکستان رو گذاشتیم کجا رسیدیم با؟ روی گپا یا معلومه که خما خیتای اومدیم خیتای باشه گرفتیم. بیا السلام علیکم. سلام علیکم طبیب جون چه خدمت من درست می کارا باب میام چه خدمت کنم راستی که همین رکلامای شما رو در پشت کارخانه‌تون افشه ها افشه رو خوندیم که همین خیلی اگر تبابت کنین 200 تومان ما شما رو میتیم. اگر که تبابت نیافتید و با شما معقول نشید که پسند نیامد 500 تومان به شما میدم. این انیخ راسته انیخ چه خدمت کنم راستی که طبیب جون شکایت داره راستی که طبیب جون شکایتی ما همیه که روزای آخر معذره نمیفهم. چه نمی چیزی مازه نیست مازه میخرم معذره نمیفهم. کم زبان مازه نمیفهم حاضر شاگرد شاگرد استاد از همونجا داروی رقم 11 گرفته بیا داروی رقم 11 رقم 11 این هم خیلی حاضر طبیب جان وقتی وفشه هم خیلی حاضر میفهمه سجام بیمار مرمت استاد نلشه بیمارته بیمار سوزه تنجین حالا کشو یک قرد بینوش این به دست خودم طب همش دست خودم استغفرالله طبیب جانی بنزین ایکو چی هست؟ بنزین ایکو آب مزه رو فهمیدی که بیا مزه رو فهمیدی بیا 200 تومان درم ما وقت نیست با کلینتون انتظار با بیا قناتنا دارو رو بر شاگرد دارو رو بر حاضر استاد حاضر سلامت باشد نش دست کن با بیایتان خوش آمدم گوسل کن شاگرد گوسل خوش آمده بیمار خوش آمده اولی بیست ما ایرا میدونم یا بیست سوادای با خوش طبیب گریسته گشتن اولی بیست میرا بوب میکنم کیست بیا طبیب جان ممکن با شما بیا ممکن بیایم السلام علیکم شما نازین تینجین تشکر چی شکایت داری راستی شما؟ که طبیب جان اسکلیروز شدم یکون چی درگم کلم نمیمونم فراموش خیال یعنی او این همه مثال در کیسم پول مونم نمیدونم در کدام کیسم موندم شما
فراموش خیال شده فاین خاله نمی با روسی سکلراش میگن یکردم را سکلراش کلا خالی اگر این روز یگون کار کنم یک ساعت پس 2 ساعت پس دریازم نمیمونم هیچ گرده ما طبیبا برای چی ما شما رو طبابت میکنیم شاگرد استاد همان داروی رقم 11 بیار با داروی رقم 11 آها استاد جان انا مرحبا داروی رقم 11 انا استاد بمول مرحبا همون بنزین اکو آینه دریا داد هشت که آینه ساز شده بیا خیلی در جاش آمد تمام بیا استاد مامان جواب بر دارو رو بر آینه تمام آینه میشون از کنم با بیا تا خورده بی حیران میشم شخیب بیماری اینو دویم باره که من فریب خونستم سعدی کلات کار فرما سعدی کلات کار فرما استگم شاگرد که دربین که بیا بمول مرحبا طبیب ممکن طبیب جون دست طبیب مرحبا تنجید طبیب جون شینه 2-3 روز شد که چشم محکم شد هوی نمیشه رنگ کور شدم کور یا خیلی روشنی هم نمیبینی یگون چی نمیتو در نظرم نه ها توریک همه جو توریک سبسیو آنا که ای دردی ترا ما شفا یافتن نمیتونم او چه؟ اکه ما هم علیم نیستیم خیلی در این دردی تو ما جایز موندم اکه چی خیلی که وعده کرده بودم محقول نشید یا که طبابت کرده نتونستم 500 تومان میتونم اکه همون وعده و داین انا ای 500 تومان رو بگی رفیق بیمارو خوش آمدی اکه ما طبابت کرده نتونستیم خوش آمد رحمان مرحبا بمول مرحبا اوی 5 سومه یو؟ اوه مدد ساتما ای دردم دوای افتون سلام علیکم دوستان محترم جان یکی از شرکت های پیشرفته شهر مسکو شرکت موحیدین برادر قدردانی ما با آن همین ماشین هایی که در نزد شما ایستاده است گرانیت میبرن میارن در خدمت خلق خود هستند کسانی که از نام شرکت موحیدین شما رو دروغ میگوید و فریب میکنند باور نکنید مرحمت ماشین های کشوتی بر هوا مترو وطن استادیوم مرحمت بیایم با آفیس البته با طور موی سری شما اولش خدا آخرش خدا جواب نمیاد سربلند باشید و هر دروغ و راست باور نکنید شرکت موحیدین در خدمت شماست Katakan biaya ay rahasia apa igal zombie ma metio mas nasia